الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعترته وموالاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خدمت همه برادران و خواهران مسلمانی که در داخل از کشور یا بیرون از کشور زندگی میکنن امیدوار هستم لباس عافیت، سعادت، بزرگی و کامیابی را دارا باشین. الله رب العزت و الجلال طاعات و عبادات ما شما را به درگاه خودش قبول و منظور بگردانه. ما امروز روز دوشنبه اول ذوالحجه قرار داریم. این ماهی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در فضیلت 10 روز اول این ماه بیان میکند. میفرماید راوی حدیث حضرت عبدالله بن عباس است: ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من هذه الایام العشر. رسول صلی الله علیه و سلم میگه هیچ روز نیست که عبادت در آن روز، هیچ روز نیست یا هیچ روزهایی نیست که عبادت در آن روزها پرفضیلت تر و محبوب تر و عظیمتر و پیشگاه پروردگار عالم باشد، یعنی بهتر از این 10 روزی که یک مسلمان در این 10 روز عبادت رب العزت و الجلال را میکنه. این عبادت چه روزه هست، چه تسبیح هست، چه صدقه هست، چه استغفار است، هر عبادتی که انسان میکنه در این روز، حتی علما میگویند عبادت در این 10 روز فضیلتش بالاتر از عبادت در 10 روز ماه مبارک رمضان هست، که الله رب العزت و الجلال بار دیگر این سفره رحمت خود را برای بندگان خود باز کرده تا اینکه به بهانه بندگان خود را غریق رحمت خویش بگردانه. دوستان عزیز، بیاییم که از این 10 روز پرفیض و پربرکت استفاده خوبی را ببریم. بیاییم که انشاءالله 100 نمره از الله رب العزت و الجلال بگیریم. یک فرصت خیلی خوبی است. 10 روز فرصت خیلی خوبی است. بنابراین دوستان من، الان که شما میبینید من در جای قرار دارم که این مسجد 2 ماه قبل یک ویدیو گذاشته بودیم در ماه مبارک رمضان. شما او ویدیو را دیده بودیم که این مسجد هیچ نداشت، نه در بود، نه دیوار بود برای زینا، نه کار کرده بودن، یک زمین صاف بود. الان به فضل و مرحمت و لطف حضرت حق سبحانه و تعالی و کمک شما برادران و خواهرانی که از داخل افغانستان یا بیرون از این کشور، از برادران تاجیکستان ما، برادرانی که در روسیه از برادرای تاجیک ماست، برادرای که از ازبکستان هستند یا دیگه کشورها به ما کمک کردن، از اروپا و آمریکا. الحمدلله فضل رب العزت و الجلال 1050 متر است این مسجد به فضل پروردگار در 2 ماه با اینجا رسانده. باز هم امیدوار هستیم که دوستان ما و برادران ما و خواهران ما در بیرون از کشور و داخل از کشور، هر جای این دنیا که زندگی میکنن، اونهایی که تقوا دارن، پرهیزگاری دارن، اونهایی که تا این دم الحمدلله ما مدرسه را ساختیم به کمک همین برادران و خواهران و اینجا مسجد خانه الله است. الله رب العزت و الجلال در یکی از آیه های سوره توبه می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاه و آت الزکاه ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. الله رب العزت و الجلال میگه تعمیر خانه الله را، تعمیر مسجد را کسانی میکنن که 5 تا صفت داشته باشن. اول صفتشان ایمان به الله داشته باشن، دوم صفتشان ایمان به روز آخرت داشته باشن، سوم صفتشان اقامه نماز بکنن، یعنی اونهایی که سجده میکنن، چهارم صفتشان اونهایی که زکات میدهن و پنجم صفتشان ترس ندارن از غیر از خدا، از کس دیگری. و در حدیث میاد رسول صلی الله علیه و سلم میگه من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. کسی که یک مسجد را تعمیر میکنه یا کمک میکنه در اون مسجد، الله رب العزت و الجلال خانه عظیمی، قصر عظیمی، کاخ عظیمی در بهشت برای اون میسازد. بیاین برادران عزیز، از این 10 روز پرخیر و پربرکت، از این 10 روز که الله رب العزت و الجلال باز هم لطف کرده بندگانش، به این 10 روز پرخیر و پربرکت را که رسول صلی الله علیه و سلم افضل ایام دنیا ایام العشر، بهترین روزهای دنیا این 10 روز ذوالحجه است، که حتی الله رب العزت و الجلال قسم میخورد: والفجر و لیال عشر، قسم به صبح اول روز ذوالحجه و لیال عشر، و قسم به این 10 شب مبارک که الله رب العزت و الجلال به این 10 شب قسم خورده. پس اهمیت این شبها، اهمیت این روزها و ارزش این روزها را الله رب العزت و الجلال بیان میکنه. ان شاء الله ما را تنها نگذاریم برادران و خواهران گرامی ما، که ما تو هنوز کار میبینیم که هنوز تکمیل نشده. این طبقه اول است، منزل اول است. قسمی که میبینید برادران و خواهران گرامی ما،
میبینیم که مسجد به پوشش رسیده، هنوز سقفش بسته نشده. این منزل اولش است، سقفش بسته نشده که کارگرها کار کردشن. انشالله امیدوار هستم که ما را شما فراموش نکنین و این خانه الله است، سر همه ما حق دارد. این دو منزل است که منزل اولش تا هنوز سرش یعنی پوشیده نشده، که انشالله با فضل و پروردگار، با لطف حضرت حق سبحانه و تعالی و با کمک شما برادران و خواهران دیندار و دین دوست که در حقیقت در این 10 روز صدقه در این 10 روز یک فضیلت خاص خود را داره، که هر روز این روزها فضیلتش به فرموده رسول صلی الله علیه وسلم هیچ روز در این دنیا نیست که فضیلتش بالاتر باشد از عبادت و صدقه و استغفاری که در این 10 روز صورت میگیره. بنابراین ما هم ویدیو را در این 10 روز ساختیم که تا برادران و خواهران ما اجر بزرگ را نصیبشان شود و از این صدقات و از این کاری که برای خانه الله میکنن الله رب العزت و جلاله برشان مهر قبول بزند و چند برابر برشان فضیلت نصیب بگردونه. همون نمبر کارت ما، زبربانگ ما، نمبرش 42 هست، 79 است، 38 است، 07 است، 20 است، 72 هست، 62 هست، 82 هست که انشالله این زبربانگ روسی است. برادران عزیز ما، برادران تاجیکستان ما، خواهران تاجیکستانی ما، برادران ازبکستانی ما، اونهایی که واقعا تا این دم در کنار ما بودن و دعا کردن و الحمدلله کمک های خود را فرستادن، الله رب العزت و الجلال برشان عزت نصیب بگردانه، فرزندان صالح برشان نصیب بگردانه که با محبت الله رب العزت و الجلال هست نصیب همه برادران و خواهرانی که تا این دم با ما کمک کرده الله برشان عطا بکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله. تا امروز چندین نمود داروهای گیاهی را استفاده برده گردی، لیکن رزولتات نداده. میخوای که نرمال رزولتات بوزبالشه، یعنی که فربشه، اینا مرحمت سمیوان ارگینال نی برای شما توصیه میتیم. با باوری، با گارانتی رزولتات خوب تو میته. برای معلومات های بیشتر با متخصصای شرکت شفافرما زنگ بزنید و شما معلومات های بیشتر میدید. اینها سبب خدا شفا فرما هم راز شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.